از غمت نازنین عزم سفر میکنم. سفر به سوی یک معمای حل ناشده 40 ساله. قبله خود بعد از این سوی دیگر میکنم. صدایی که دست کم با 2 نسل همراه است در همین مسیر خاموش شده. معلوم نیست آخرین سخنی که احمد ظاهر به همسفرانش در این مسیر پیش از رسیدن به محل حادثه گفته چی بوده؟ حادثه‌ای که بعد از گذشت 40 سال همچنان مرموز باقی مانده. ادعای مرگ او را دسته سازماندهی شده می‌دانند، اما شمار هم علت مرگ او را حادثه ترافیکی در این مسیر می‌دانند. گذر از این نقطه سالنگ جنوبی در شمال کابل که به پل احمد ظاهر مسمی شده برای دوستدارانش داغ مرگ او را تازه می‌کند. با مرد قرار گذاشتم که شاهد عینی ماجرا بوده. بسیاری باور دارند که احمد ظاهر پیش از رسیدن به این منطقه کشته شده و حادثه ترافیکی نمایش بیش نبوده. ما از کارگری خرام تو پیاده آمدیم اینجا رسیدیم که این موتر دیگه علم تو نصف پوزش در پلچک هست، نصفش سر سرک دیگه. اینجا اون چیز باطن است. او دخترها اوگد برآمده رایستن 2 تا. خانه که رسیدیم چای را خوردیم، پس گرم بود، ته شدیم لب سرک که لب دریا ته شدیم سر گفتن که این موتر اون بالا چپا شده باقی میگن احمد ظاهر است. بسیار آهنگاش گوش میکنه، بسیار دیگر ما خوش شد. برای دانستن چند و چون ماجرا راهی شفاخانه چاریکار میشویم، جایی که جسد احمد ظاهر پس از حادثه به آنجا منتقل شده. کارمندان این بیمارستان خاطره آن روز را مثل دیروز به یاد دارند. از جمله این پرستار بازنشسته که آن روز بالای سر احمد ظاهر بوده. زنجیر سفید بود، کره در دست راستش، یک پیرن سبز در جانش بود، نیم قوله و 2 دخترم را از این بود که مویایشان زرد و چشمشان آبی بود. سر ابروی چپش بود یا راستش بود یک فوهه داغ معلوم میشد. دیره که پروف انداخت 5 سانتی اون داشت. گفت که نمی 5 سانتی اون داره، سبب مرگ شده. پس از هجوم مردم از در و دیوار برای دیدن جسد هنرمند محبوبشان، مسئولان بیمارستان پیکر احمد ظاهر را به این دهلیز آورده و در را می‌بندند. شعبه ما بود. وقتی که نمیشه در داخل شفاخانه مترک شد، یک دفعه نمیشه صدا برآمد کلم احمد ظاهر کشته شده، احمد ظاهر کشتین، احمد ظاهر کشتین. زن مرد نمی شفاخانه داخل شد، یک دفعه گریه میکردن، اشک میریختن که احمد ظاهر دست میدادن احمد ظاهر مرد. یعنی گپ شد. فردای آن روز لشکر از هواداران احمد ظاهر با آه و ناله جنازه او را همراهی کردند. با دفن او رازهای زیاد از یک زندگی پرماجرا به خاک سپرده شد. از 2 ازدواج ناموفق که پایش را به زندان هم کشاند تا مسائل ناموسی و سیاسی هم به عنوان عامل کشته شدن او یاد می شود. ارشاد هنریار، BBC کابل.